تا آغاز سال خونشی نو روزهای به شمار باقی مانده است. مسئولین شعبه معارف و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی اساسی شهر ترسونزاده از تمام امکانات‌ها استفاده برده کوشش به خرج داده ایستادند که برای قبول خوانندگان در صنفخانه‌های زیبا و برهوا و مجهز با تمام عیونیت‌های تعلیمی آماده باشند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر ترسونزاده برای سال تحصیلی 2020-2021 پورا آماده می باشد. چطوری که خود شما شاهد آن گشتید، در مؤسسه 29 صنفخانه موجود بوده. تمام آن با دستگیری اساتید پدر مادران مؤسسه پورا از تعمیر برآورده شد. قریب 10 صنفخانه از تعمیر جاری برآورده شد. مؤسسه 80% تعمیر کرده شد و ما حرکت میکنیم که در 2-3 روز باقی مانده مؤسسه را پورا از تعمیر جاری براریم و سال نو تحصیلی 2020-2021 را با یک تیاری پورا پیشواز گیریم. در شهر ترسونزاده 125 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. در مجموع امسال زیاده از 60,000 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته می شود. به گفته مسئولین تا مهلت مقرر گردیده در همه مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر و تجهیزاندن صنفخانه‌ها به انجام می رسد. از حساب اساتید پدر مادران و خود آموزگاران با یاری صاحبکاران تعمیر شده ایستاده است. ما حرکت میکنیم تا سرشوی سال خونشی 2020-2021 تعمیر پورا کرده مؤسسه با سال خونش آماده نماییم. مؤسسه تحصیل رقم 10 شهر ترسونزاده برای آغاز سال 2020 و 2021 پورا آماده می باشد. از حساب اساتید پدر مادران مؤسسه از تعمیر جاری پورا برآورده شده است که در آن 14 صنفخانه و اتاق کاری معاونان و دیرکتور موجود می باشد. در مؤسسه 547 خوانندگان فرا گرفتند که از آنها 53 نفر خوانندگان صنف یکم می باشند که به سن 7 رسیده همش حجت گذاری شده و فراگیری آماده می باشند. تامین شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت و تحصیل نسل نورست از دستور و هدایت‌های پرزیدنت کشور است که ضمن برآمدهایشان پیوسته مسئولین ساحه را وظیفه‌دار می‌گردانند. این دستور سرمشق فعالیت رهبریت شعبه معارف شهر ترسونزاده گشته است و مسئولین برای مهیا نمودن امکانات‌های زمانوی تعلیم و تربیت کوشش به خرج می‌دهند.